دلیل اصلی این گفته آن است که بعد از میدان نشینی ها در اوایل دهه 90 رهبران میدان آزادی سنگک سفرو و رستم عبدالرحیم به دست نیروهای میدان شهیدان اسیر افتیدند. به خاطر برقراری صلح و وحدت راهبریت نهضت اسلامی با مشکل‌های زیاد توانستند آنها را از دست نیروهای احساسی و جوانان به تجربه رها نمایند. بعداً رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سابق ولایت کولاب شهید محمد لایق هر دوی آنها را با ماشین شخصیش به خاطر صلح و وحدت تا به کولاب برده رسانید. شهید محمد لایق تمام خطرات را به جان خرید تا این دو نفر سالم به مقصد برسند و پیش راه خونریزی گرفته شود. اما بعد رسیدن به کولاب او را زندانی نمودند و بعداً به شهادت رسید. در واقع محمد لایق اولین شهید راه صلح بود و نهضت از اولین روزهای آغاز ناآرامی ها برای صلح تلاش نموده است.